شام سه‌شنبه رئیس جمهور امریکا باراک اوباما با آخرین پیام سالانش به کنگره و مردم امریکا مراجعت کرد. این پیام یکی از آخرین امکانات جلب توجه امریکایی‌ها قبل از انتخابات پرزیدنتی 8 نوامبر بود. در آغاز سخنرانی باراک اوباما از وکیلان کنگره قدردانی نمود، زیرا بودجت سالانه را سری وقت به امضا رسانیده کاهش انداز برای عائله‌های زحمتکش را به روند دائمی تبدیل داده‌اند. پرزیدنت اوباما باور دارد که اگر دموکرات‌ها و جمهوری خواهان کنگره همکاری بین حزبی را به همین شکل ادامه دهند، اصلاحات نظام عدلیه، تجارت، کاهش کمبزاعتی و مشکلی‌های دیگر نیز حل خود را پیدا خواهند کرد. رئیس جمهور امریکا با اشاره به سیاست بین المللی کشورش گفت اگر کنگره در مسئله محو گروه دولت اسلامی جدی باشد، باید امکان استفاده نیرو در مقابل این گروه را اجازه دهد. بگذار کنگره در مسئله آواز دهد. به قول باراک اوباما، ادعاها درباره آنکه ما با جنگ سوم جهانی روبرو شده ایم به نفع این گروه است. آنها مردم آسایشته را با خطر مواجه کردند ولی به موجودیت امریکا تهدید ندارند. ما ضرورت نداریم نشان دهیم که آنها را جدی میگیریم. ما نباید در این مبارزه هم پیمانهایمان را از خود دور کنیم و دروغ گروه دولت اسلامی را که آنها گویا نماینده یکی از بزرگترین منطقه های عالم می باشند تصدیق نماییم. ما باید آنها را با نام واقعیشان همچون قاتلان و متعصبان یاد کرده آنها را جستجو و محو سازیم. رئیس جمهور امریکا نامزدهای کرسی پرزیدنتی از حزب جمهوری خواه را برای پیام‌های ضد اسلامی اشان مورد انتقاد قرار داد. او گفت که چنین سخنرانی‌ها به نفع گروه دولت اسلامی می باشد. با اشاره به نامزد پیشدست حزب جمهوری خواه در سبقت پرزیدنتی دونالد ترامپ، باراک اوباما ابراز داشت که حمله به مسلمانان خیانت به هویت امریکاست. وقتی سیاستمدار بالای مسلمان ها حمله می کند، امنیت ما بیشتر نمی شود. این عمل درست نیست. این عمل ما را در سطح عالم بی‌قدر کرده، رسیدن ما به هدف دشوارتر خواهد شد. دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که ایالات متحده امریکا ورود مسلمانان به امریکا را موقتا منع کند برای جلوگیری از آمدن مهاجران غیرقانونی به خاک امریکا در مرز با مکزیک دیوار بنیاد گردد. باراک اوباما شدیداً مخالف این تشبث ها می باشد.